به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب رمانی از آقای دکتر محمد حنیف شروع میکنیم. کتاب با اعمال شاقه که در سال 1398 چاپ اولش توسط نشر نیستان چاپ شده. این کتاب رو آقای حنیف به دخترشون سارا و نوه‌شون کارین تقدیم کردن. در ابتدای این کتاب شعری از ثنایی غزنوی هستش که البته تلفظ سختی داره، ولی من برای شما میخونم. امیدوارم که درست بخونم. مکان که از بحر حق جویی، چه جابلقا چه جابلسا. سخن که از روی حق گویی، چه عبرانی چه سریانی. با من همراه باشید که این کتاب رو شروع کنیم. فصل اول. درماندگی‌های مرا به خاطرات سوق می‌دهند، به خاطره آدم‌هایی که روحم را آزردند، یا با تصور درگیری با همین آدم‌هاست که نیروی مرموز از درونم سر برمی‌آورد و زنجیرهای پیچیده به دست و پایم باز می‌شود. هرچه درمانده‌تر باشم به خاطره قوی‌تری نیاز دارم، خاطره‌ای که بتواند چیزی شبیه کینه از اعماق وجودم بیرون بکشد، هیجانی ژرف در دلم زنده کند و نیرویی برای ادامه حیاتم بشود. امروز یکی از همان روزهای درماندگی است. زنجیرهای گران اما ناپیدا بر دست و پا. مه جلوی چشمهایم را گرفته. سرم سنگین شده و سوار بر هواپیمای B-29 سوپر فورترس هستم که خلبانش تئودور ون کرک است. کسی که دوست داشت داچ صدایش بزنیم. حالا دیگر مطمئنم که او با هدفی شوم این پرواز را آغاز کرده است. اگر می دانستم مقصد نهاییش کجاست، هرگز همراهیش نمی کردم. حتی نمی گذاشتم پایش به کابین این پرنده آهنی برسد. اما حالا که فهمیدم آنقدر خسته و منگم که حتی انگشتانم را نمی توانم تکان بدهم. شخصیت اسکلتی تابلو جیغ شدم. روی پل ایستادم و به بی اختیار جیغ میکشم. ابرهای سرخ و زرد و نارنجی با شنیدن فریاد درون من در هم فرو میروند و ناله‌های رعدآسایشان طبیعت را فرا میگیرد. دست به دامن خاطرات آزاردهنده میشوم. شاید نیروی کینه درون مرا از روی این صندلی وا بکند و 2-3 قدم آن طرفتر به خلبان برساند. در اولین خاطره شریفیان عصر سر راهم را میگیرد. بچه بابام نیستم اگر بذارم آب خوش از گلوی پایین بره. شریفیان عصر در حالی که قسم میخورد که زیر پایش لهم میکند، مثل توده‌ای مه روی شیشه کابین خلبان پخش میشود و میرود. اما مثل همیشه ته ذهنم منتظر باقی میماند. وقتی دوباره به تاریکی‌های ذهنم سر می‌کشم، تصویری از گذشته در ذهنم جان می‌گیرد که یادآوری‌اش پر از عشق و نفرتم می‌کند. دارم لقمه نان و پنیر را از دست فرانک می‌گیرم و همزمان انگشتانش را فشار می‌دهم. رنگش می‌پرد، صدایش می‌لرزد. چیه مانوش؟ چرا می‌لرزی؟ ذهنم از یادآوری ادامه ماجرا می‌گریزد. نمی‌توانم با صراحت از احتمال خیانتش حرفی به میان بیاورم. حتی نمی‌توانم. فرانک، نمی‌خواهم از دستت بدهم. گفتم که بهتر است برگردیم و به گذشته‌های پررنج نگاه کنیم و به جای نق زدن امروز را با دیروزمان مقایسه کنیم. اما فرانک تصمیمش را گرفته بود. با صدای فرانک از خواب میپرم و برفک تلویزیون جلوی نظرم بالا و پایین میرود. آخر شب است. برنامه‌های تلویزیون سیاه و سفید هیتاچی خانه پدری تمام شده است. 2 شاخه را اسبریز میکشم و میخواهم درهای چوبی تلویزیون را ببندم و بخوابم که دوباره به روزی پرتاب میشوم که خوره شک داشت وجودم را میخورد.
دوباره فرانک جلوی نظرم ظاهر می شود. پلک‌هایش می لرزند. نگران است. صورتش را از من برمیگرداند و در همان حال که دارد کتابش را توی کیف قهوه‌ای‌اش را می‌دهد، از جا بلند می‌شود و بدون خداحافظی از خانه بیرون می‌رود. در دلم می‌گذرد امروز باید تو و اون فاسق کثافت رو بکشم. همین تصویر کافی است تا پاهایم جان بگیرند و از جایم بلند شوم. هواپیما غرش کنان پیش می‌رود و من دوباره از درون تهی می‌شوم. باز مه می‌آید، سرم سنگین می‌شود و نیروی جاذبه کف هواپیمای B-29 سوپر فورترس آنقدر پرقدرت می‌شود که برای برداشتن هر قدم باید یک چشمه عرق بریزم. وقتی با زحمت زیاد از جایم بلند می‌شوم، دماغه هواپیما بالا می‌رود و می‌اندازدم سر جایم. حس می‌کنم از جنس بلور هستم و موقع افتادن روی صندلی شکستم. در خواب و بیداری قلط میزنم و پنجره‌های ساختمان 5 طبقه بیمارستان را می‌بینم. سیم‌های آهنی پشت پنجره اتاقی در بالاترین طبقه به هم جوش خوردم. قلط میزنم و در سوی دیگر اتاق دیوار سالن پذیرایی خانه کرایی در سیرقاس کوچک را می‌بینم با تابلوهای آویزان روی دیوارش. به روزی می‌روم که کفگیرمان به ته دیگ خورده بود. سفره خالی بود و زخم زبان سلیم جانم را آزار می‌داد. فرانک می‌گوید یادت رفته رفی 5 سالش بود. زینه پهلوی سختی کرده بود. سردرد و دلپیچه ولش نمی‌کرد. گلوش پر عفونت بود. دستمونم تنگ بود. 20 تا پاپاسی نداشتیم ببریمش درمانگاه دولتی سر پل الوار. 20 پاپاسی میفهمی؟ یعنی چی؟ هنوز عضلات پای رفی خوش نشده بود. باید میبردیمش پیش اون دکتر هندیه. یادته؟ Have you forgotten؟ یاد رفی و دوره تبش که میافتم ته دلم خالی میشود. غبار دوباره سر میکشد پیرامون قشاهای مغزم. 20 سالی از فرش شدن پای راست پسرم گذشته، اما هنوز وقتی یاد روزی میافتم که تنگ دستی چنگ انداخت به پای لاغر رفی و به زمینش زد، لرز تمام وجودم را میگیرد. از خشم فریاد میزنم و تا یکی 2 قرص دوپاکین و ولافاکسین یا حداقل سرتالین یا سیتالوپرام نخورم آرام نمیشوم. قرص‌ها میروند و کارشان را در تنظیم دوپامین و نورپینفرین خونم آغاز میکنند. میترسم سروتونین خونم آنقدر بالا برود که از کارم منصرف شوم. اما ناچارم. بدون این دانه‌های ریز شیمیایی هم درگیر اوجاج تصویرهای ذهنم میشوم. پیشترها لوراسپام میخوردم، اما حالا خیلی وقت است با آن قهر کردم. خدا رو شکر میکنم که لوراسپام ها را ریختم دور. منگم میکردن و میانداختندم گوشه اتاق و حتی نمیگذاشتن لبهایم حرکت کنند. خیلی که زور میزدم اصوات با حرکت آهسته از گوشه لبهایم بیرون میآمدند و قبل از چسبیدن به حروف پیش و پسشان در فضا یخ میبستند. فرانک شریف. میروم به اولین سالهای زندگی مشترکم با فرانک، به زمانی که با امضای شریفیان اصل از اداره فرهنگ اخراج شده بودم. باد سرد پاییزی میخورد به صورتم. کلید را به در خانه میانداختم که زن همسایه پسر حاجی گویان گفت که درخواستش را شفاهی به فرانک گفته. خواستم بپرسم چرا به فرانک و به مادر نه، که یادم آمد این یکی همسایه مدتی است با مادرم سرسنگین شده است. در را آهسته باز کردم و نرم پله ها را بالا رفتم. پاگرد را که رد کردم خم شدم و از بالای نرده ها به ورودی خانه پدر نگاهی انداختم. کسی نبود. نفسی راحت کشیدم و 2 تقه کوتاه به در نواختم. فرانک با پیراهن و دامن آبی سیر در را باز کرد. انگشت گذاشتم روی لبهایم که هیس و در را پشت سرم بستم. فرانک گفت نترس، ننه جونت خونه نیستم. پرسیدم رفی چطور حالش؟ جواب داد که همانطور دارد توی تب میسوزد. بعد که برخورد زن همسایه را برایش تعریف کردم، هول زده گفت از ما برای تهیه جهیزیه دخترش قرض خواسته.
گفتم این که ناراحتی نداره، یک کلام میگفتی نداری. فرانک جواب داد مثل اینکه یادت رفته بیچاره، نمیدونه چند ماه بیکار شدی یا دست و بالت تنگه. گفتم حالا مگه ما تعهد دادیم واسه دختر اینا جهیزیه بگیریم؟ فرانک برایم توضیح داد که همسایگی به درد همین روزها میخورد و انتظار زن همسایه بیجا نیست و هر طور شده باید برایش پولی جور کنیم. وگرنه؟ پرسیدم وگرنه چی؟ که عصبانی شد و زد به زبان مادری و حرفهایی زد که چیزی از آنها نفهمیدم. اجابت درخواست همسایه را گذاشتم برای وقتی که محمود میری یا یکی دیگر از دوستانم را ببینم و شرایط برای قرض گرفتن جور باشد و بتوانم پول دست و پا کنم. اما زن همسایه که وعده روزهای آینده مذاقش خوش نیامده بود، فردای همان روز که مثلا از کار برمیگشتم جلو آمد و برخلاف همیشه بدون سلام و احوالپرسی سری تکان داد و ایشی گفت و رد شد تا من به فرانک بگویم از قرض گرفتن برای این آدم پرتوقع بی‌ادب منصرف شدم و ماجرای اخراجم را هم علنی کنم. تا زن همسایه که فکر میکرد بعد از رد درخواست او به آن روز افتادم سر راه هم در بیاید و بگوید خدا تقاص منو ازتون گرفت و فرانک به جای اینکه حق را به من بدهد از زن زیاده‌خواه همسایه حمایت کند. تقاص اون فقط نبودا که حق داشت، آه منم بودا. یه بار مثل این همه معلم آبادی از اون همه درخت گل واسه من نه واسه این بچت گل چیدی ها؟ تا من با لحنی میانه گریه و خنده جواب بدهم درخت گل نه بوته گل و او مرا به سخره بگیرد و بیاد دعوای کلاسیست ها و رومانتیست ها بر سر پایه‌بندی به اصول سخن و یا بیان حرف دل به هر زبانی بیاندازدم، چیزی که اگر بر زبان میراندم بیشتر به سخره‌ام میگرفت. تا بیاد بیاورم که سالهاست از دانشگاه بیرون آمدم و دیگر سر و کارم با امثال دکتر مصطفوی و دکتر ترابی نیست. طرف حساب من زنی است به نام فرانک. مانوش باور نمی‌کرد حکم اخراجش صادر شده باشد و با اطمینان به اینکه اشتباهی رخ داده به کارگزینی اداره فرهنگ رفته بود. مسئول آنجا خودش را تابع دستورات شریفیان اصل دانسته و مانوش را به اتاق او حواله داده بود. به جایی در ته راهرو طبقه اول که مانوش در اولین دم و بازدم بوی محبت را از آن استشمام کرده بود. پیش از وارد شدنش مردی از اتاق خارج شد و رفت و بوی دوستی را هم با خود برد. مانوش دوباره بو کشید. این بار بوی بناعت، صریح و تند و تیز از منخرین بینیش راه گرفته و داشت مغزش را آشفته می‌کرد. اگر همان موقع می‌فهمید او که رفته مسئول پیشین گزینش اداره فرهنگ بوده و این که مانده و حکم به اخراج او داده جایگزین مرد قبلی است، راه رفته را برمیگشت و خودش را بیشتر از آن به زحمت نمی‌انداخت. شاید هم خدا را از صمیم قلب شکر می‌کرد که بعد از سرگشتگی‌های بسیار بالاخره انگیزه اصلی زندگیش را یافته است، انگیزه‌ای که می‌توانست در غلبه بر غول جدید قصه زندگیش معنا پیدا کند. می‌توانست هدف بزرگش بشود، موتور حرکتش بشود، اما هنوز خامتر از آن بود که به اهمیت داشتن چنین انگیزه‌هایی در زندگی پی ببرد. بوی اولیه او را بیشتر ترغیب کرد تا با احترام اعتراض کتبیش را بنویسد و حتی به امید رسیدگی به آن و دعوت مجدد به کار اخراجش را علنی نکند. به همین دلیل هر روز صبح زود از خانه بیرون می‌زد تا مثلا خودش را به میدان رازان برساند و با بقیه همکاران سوار مینیبوس شود و نیم ساعت بعد سر جاده خاکی ده پیاده شود و مثلا 2 ساعتی پیاده گست کند تا برسد به دبستان روستایی بیاتان. اما در عالم واقع و برای کشتن وقت خودش را به باغ همجوار چشمه محمد صالح بیگ میرساند که سالها پیش زیر درختان سیبش کتاب‌های آخرین سال دبیرستان را مرور می‌کرد. این چشمه و باغ نقطه پیوند او با خاطرات شیرین گذشته‌اش بودند و حتی فکر کردن به آنها حالش را عوض می‌کرد. در یکی از همان روزها وقتی مانوش از بارش تند باران به زیر چتر درخت‌های سیب پناه برده بود، تک چشم درشت فروزانی را دید که
از میان بوته‌های خزان زده گل زرد او را می‌پایید. در یک لحظه درست هنگامی که مانوش در آستانه ناامیدی مطلق قرار داشت، با دیدن آن تک چشم زیر بوته‌های خشک پرخار احساس گرما وجودش را انباشته بود و ته دلش را روشن کرده بود. با همان حس خوشایند دوباره بوته‌زارهای حاشیه باغ و حتی زمین‌های چغندرکاری اطراف را گشت، اما دیگر اثری از آن تک چشم رویایی نیافت. روز بعد با این فرض که روباه یا گرگی را لای بوته‌های خشک گل زرد دیده، کوشید به افکارش نظمی بدهد و برای آیندهش برنامه‌ای بریزد. اما لحظه جادویی آن تک چشم رهایش نمی‌کرد. در ته آن نگاه فرانک را می‌دید. حس مغبون شدن در پیوند زناشویی با فرانک او را غرق اندوه و پشیمانی کرده بود. اما مغناطیسم تک چشم روز پیش دوباره تمام وجودش را در بر گرفت. کتابی را که دستش بود روی زمین نمناک از باران انداخت و به بهانه برداشتن کتاب خم شد و از میان پاهایش بوته‌زارها را کاوید که باز همان چشم را دید و همان احساس خوشایند دلش را گرم کرد. تا روز بعد به این ماجرا فکر کرد. به این نتیجه رسید ظهور آن چشم که دیدنش آسمان ابری دلش را آفتابی می کند با حالات روحی او بستگی تام دارد. صاحب آن چشم با ناامیدی او می آمد تا غم را از دل مانوش ببرد و با کشف این نکته بود که آن موجود تک چشم را گیر انداخت. موجودی که مانوش با دیدنش انگشت به دهان ماند. یک انسان حیوان عریان پوشیده از موی سیاه با یک دست و یک پا و یک چشم. بعد از آن که توانست باور کند خواب نمی‌بیند، پا به فرار گذاشت. اما تک چشم روی تنها پایش پرید و راه مانوش را سد کرد. مانوش خوب که نگاه کرد، موجود مظلومی را دید که عاشقانه او را نگاه می‌کرد. وقتی بر ترسش غلبه کرد، یاد دکتر مصطفوی افتاد و فریاد زد: نسناس، درست میگم؟ موجود افسانه‌ای سرش را به علامت تایید تکان داد و دوباره با نگاهی رقت‌انگیز به انسانی که جلویش ایستاده بود خیره شد. مانوش لبخند زد و نسناس غیب شد. تصویر ذهنی چشمه محمد صالح بیگ فرانک را می‌اندازد توی بغلش. تا به خودش بجنبد، تن گوشتی فرانک از دستش لغزیده و رفته است جایی خیلی خیلی دور. حسرت آغوش فرانک سر می‌کند در جانش. مانوش می‌رود به روزهایی که هر وقت اراده می‌کرد فرانک کنارش بود. غمخوارش بود. می‌دانست قرض گرفتن چقدر برای مانوش سخت است. باور کردنی نبود پسر حاج آقا جمال تیمچه‌دار محتاج 20 پاپاسی پول باشد. اگر تب دست از سر رفیع برمی‌داشت، محال بود مانوش از کسی تقاضای قرض کند. اما تنها فرزندش داشت در تب می‌سوخت. وقتی پاهای کشیده و لاغر رفیع را در آب سرد می‌گذاشت و پاشویه‌اش می‌کرد و نه فقط پاها که تمام اعضای بدنش می‌لرزیدند. وقتی رفیع با آن چشم‌های قهوه‌ای‌اش نگاه مانوش می‌کرد: میدونم برات سخته بری در خونه گرگ و شغال بگی 20 پاپاسی قرض میخوام. اون وقت میگن پسر حاجی فلونی محتاج پول سیاه شده. فرانک صلاح دید حالا که شوهرش از آموزگاری اخراج شده و معلوم نیست کی برود سر کار، خرجی 1 ماه را از پسرخاله شوهرش سلیم قرض کند تا بعد خدا چه خواهد. خودش و زنش کارمند حقوق بگیر رو ترش نیستن. برای خرید خونه‌شونم از بابای تو قرض گرفتن ها. آنچه فرانک نمیدانست این بود که 4 سال پیش وقتی سلیم میخواست خانه بخرد، نه تنها از بابای مانوش قرض گرفته و هنوز آن را نداده بود که از مانوش هم خواسته بود برای 1 هفته 30,000 پاپاسی به حسابش واریز کند. با این شرط که نه فرانک و نه هیچ کس دیگری از موضوع بو نبرد. اما 1 هفته شده بود 1 ماه و 1 ماه چند ماه و وقتی به 3 سال رسیده بود و مانوش به پسرخالش طعنه زده بود که ندونستم که فردای تو کی. سلیم یادآوری کرده بود که بدهیش را فراموش نکرده و حتی تعارف کرده بود که به خدا حاضرم ماشینمو بفروشم واسه تو.
و مانوش را وادار کرده بود در عالم فامیلی بگوید که تا وقتی تمام بدهی‌هایش را به دیگران نداده لازم نیست به فکر بدهکاریش به او باشد. با یادآوری این قرار پسر حاج آقا جمال خجالت می‌کشید پا پیش بگذارد و پولش را از سلیم مطالبه کند. اما با حرف فرانک تکانی خورد. زن سلیم طلاهاشو بفروشه، میتونه خونه باباتو بخره ها. کارینا میپرد توی ذهنش. تو گرگ بلایی. و مانوش میپرسد واقعا من گرگ بلایم؟ کارینا محکم سرش را تکان میدهد. اوهم. فصل 2. پیش از آن که برای دیدن سلیم از خانه بیرون بزند مادر دستم را کشید. خاک بر اون سر زنزلیلت کنم. پرسیدم باز چی شده؟ مادر جواب داد باز چی شده؟ از اون عقرب خوشخط و خال بپرس که معلوم نیست از کدوم دهکوره‌ای در رفته. و بعد حرف دلش را زد. از اون بپرس که به اون روز نشوندتت. پرسیدم مادر بدبختی من چه ربطی به فرانک داره؟ جواب داد ربط نداره. پس حتما پا قدم من بوده که از معلمی بیرونت کردن ها. خواستم بگویم 5-6 سال است که فرانک به خانه من پا گذاشته، اما تازه چند ماه است که من از کارم اخراج شدم. اما میدانستم که مادر چنان اعتقاد راسخی به پا قدم دارد که این حرفها به خرجش نمیاد. با خودم گفتم بگذار درد دلهایش را برای تتوقاریش بریزد روی دایره. پسرخاله‌تو نگاه کن، قیافش عین لاس گاوه. نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. پهن بگی درستره، البته پهنی که یه نفر هم پا گذاشته باشه روش. مادر جدی ادامه داد میخندی؟ قیافه چپندر قیچی سلیمو ندیدی؟ کوسه، چشزاقی، راه رفتنش مثل اردک تاتی، حرف زدنش تو دماغی. ولی دیدی خدا چه زنی انداخته بغلش؟ قد بلند، چاشونه، خوشگل، این پنجه آفتاب. گفتم مادر فرانک هم قد بلنده. مادر گفت اون نردبون دزدا رو با زن سلیم یکی نکن. زن سلیم کارمنده، حقوق بگیره، نون دراره. شکر خدا پا قدمش واسه خواهرم و بچهش خیر بوده. فکر میکنی اون خونه رو سلیم از کی داره؟ از زنش. ماشینش ماشاءالله، علنگوهای دست زنش، میز و مبل و خرت و پرتش، دست میزنه به خاک میشه طلا. سری به تایید تکان دادم تا این بحث را تمام کنم، اما ظاهرا نیشخندی که ناخودآگاه روی لبم نشسته بود وادارش کرد مبارزه را ادامه بدهد. بخند، آره بخند. اگه یه روز به این حرف من نرسیدی که این فرانک خانم تا قدمش دسته. گفتم مادر این فرانک من. مادر دست زد روی دستش. ای خدا ببین چه فرانکی میکنه واسه من. یه انگشت زن سلیم میارزه به اون چوسانک. زن سلیم آدابدانه، اهل معاشرت، به قول پدرت خونواده داره، سر سفره پدرش بزرگ شده. عصبانی گفتم حالا مگه خدایی نکرده فرانک بچه گدا بوده؟ مادر دوباره آتش شد و افتاد به جان فرانک. اون دختر دهاتی پاپتی گدا نیست، ولی به خدا از همون روز اولی گفتم این زن تا تو رو به روز سیاه ننشونه ولکن نیست. دیگر حوصله نداشتم. گفتم چشم هرچی شما بگید. و از خانه زدم بیرون. تا پایم را از در بیرون گذاشتم کرکر زن همسایه بلند شد. سلام که کردم خنده‌اش را خورد و در جوابم گفت مانوش آقا به خدا گناه داره این بچه، سیاه‌سرفه میشه ها، از ما گفتن. و تا راه افتادم از پشت سرم شنیدم که ادامه داد خدایا همون تقاض که از خودشون گرفتی بس بود، دلم رضا نمیده به درد و بلای این بچه. برگشتم تا حالیش کنم که وقتی او پول از من قرض خواسته چند ماه از اخراجم میگذشته و یک پاپاسی هم در خانه نداشته ایم و من حتی میخواستم از دوستانم برایش قرض بگیرم و بیماری رفیع هم هیچ ربطی به نفین او ندارد که قیافه مهربانی به خودش گرفت و زبانش را برگرداند. مادر نداره این بچه، الهی بمیرم واسش. و چون دوباره راه افتادم پشت سرم گفت همش از بدقدمی فرانکه. پسر حاج جمال تیمچه‌دار با اون زن گرفتنش چشم بازار رو کور کرد. وقتی از در خانه بیرون می زدم طنین پرهیبت صدای مردی بر پرده گوشم نشست.
گرفتار نشی، محتاج خلق نشی. سرم را برگرداندم اما کسی را ندیدم. بر شیطان لعنت فرستادم و راه افتادم. شک نداشتم که میروم و بعد از سلام علیکی تقاضای 5000 پاپاسیم را مستقیما در زبان میآورم، بدون اشاره به پولی که به من بدهکارند. ولی هرچه به خانه سلیم نزدیکتر میشدم پایم سست‌تر میشد و اطمینانم کمتر. گوشم به هیاهوی مردم بود، اما ذهنم درگیر لحظه‌ای که باید به پسرخاله‌ام میگفتم که محتاج 5000 پاپاسی شدم. چه فرقی میکرد؟ 20 پاپاسی و 5000 پاپاسی. فرانک گفته بود اینطوری فکر میکنن هنوز زمین نخورده ای که محتاج 20 تا تک پاپاسی باشی. وانگهی این پول مسازیم تا بری سر یک کار، باغ اسپاری، کارگری هم چیزی. تازه از بازار بیرون آمده بودم که نستانس پیدایش. همانجا بود که فهمیدم کسی غیر از من نمیتواند او را ببیند. باز همان نگاه دوستانه، باز همان همراهی مهربانانه ایستادم و پرسیدم یعنی تو فقط به چشم من میای؟ سرش را تکان داد. یعنی بله، و باز خیره خیره نگاهم کرد. در فضای همین نگاه بود که یادم آمد چه قولی به سلیم دادم و اشاره به 30,000 پاپاسی قرضش چقدر ناجوان مردانه است. پا سست کردم و خواستم برگردم که یاد علنگوهای طلایی زنش افتادم. باز کافی نبود، اما تا گرمای تب رفی رفت توی سرم به راهم ادامه دادم، در حالی که نسناس همراهیم میکرد. پشت در خانه سلیم باز قولی که به او داده بودم یادم آمد. تا وقتی قرضای بقیه را ندی به فکر بدهکاری به من نباش. نسناس نیمتنه‌اش را به دیوار آجری آن طرف کوچه تکیه داد و سرید و روی تنها پایش نشست. به تیر چوبی برق کنار دیوار خانه سلیم تکیه دادم و فکر کردم، این پا آن پا کردم و خواستم برگردم که صدای سرفه‌های رفیع در سرم طنین انداخت. سینه‌اش مثل تب صدا می‌داد. حتی موقع گور دادن آب هم عذاب می‌کشید. با خودم گفتم گور پدر آبرو و اعتبار، گور پدر این قول و قرارها، با این فکر که فقط 5000 پاپاسی پول دستی می‌خواهم از سلیم بگیرم، نه پول‌هایی را که به او قرض دادم. زنگ خانه را زدم و سر و وضعم را مرتب کردم تا موقع اولین برخورد وارفته و شکست خورده نشان ندهم، اما در باز نشد. دوباره و 3 بار زنگ زدم و باز خبری نشد و هر بار زنگ سرفه‌های رفیع هم در سرم میپیچید. پسرخاله‌ام سلیم خیلی کم از خانه بیرون میرفت. به قول خودش آنقدر در اداره خسته میشد که دیگر حالی برای رفت و آمد فامیلی برایش نمیماند. پس باید خانه باشد. آن زمان هنوز آیفون تصویری هم نبود که فکر کنم دارن مرا میبینند و نمیخواهند در را باز کنند. برای آخرین بار گردی شیری رنگ کلید زنگ را فشار دادم. باز خبری نشد. خواستم برگردم که لرزش پرده اتاق کنار در را حس کردم. شاید آنکه پرده را آهسته کنار زده بود داشت میآمد تا در را باز کند. شاید خواب بودند، شاید حمام، یا که در باز شد و صدای تو دماغی سلیم به گوشم خورد. بیا تو و در رو پشت سرت ببند. نسناس قبل از من وارد شد و رفت و جلوی زن سلیم ایستاد. زن سلیم قبل از رسیدن به نسناس احتمالاً با نیرویی که مانع حرکتش شده بود برگشت. موقعیتی فراهم شد تا در گوشی از سلیم درباره کارم سوال کنم که به زنش اشاره کرد و هیسی کشید. فقط گفت هیچ کاری نمیشه کرد. پرونده سیاه. بعد با قدم‌هایی که یک نیم چرخ می‌زدند و بعد روی زمین فرود می‌آمدند رفت و لم داد روی مبل بالایی و منتظر شد تا من برسم. نسناس گفت این یارو فامیلت نمیدونه صاحب خونه باید رو مبل پایینی بشینه و مهموناشو تعارف کنه بالا. خواستم بگویم قبلا همین کار را می‌کرده که تو میگویی که نسناس نیروی دافعش را به کار بست و سلیم را از نشستن منصرف کرد. دست بردم و نسناس را کشاندم طرف خودم. سلیم که قادر به دیدن نسناس نبود حیران نگاهم کرد. چه عجب مانوش آقا، این ورا. سلیم هم با صدای تو دماغیش حرف زنش را پی گرفت. این پسر خاله ما همیشه از قافله عقبه، حتما اومده دیدنی. گفتم عید نوروز رسم و رسوماتی داره که شما ظاهرا فراموش فرمودید.
زن سلیم باز از همان آشپزخانه پرید وسط. ببینم آقای آزادگان، من بزرگترم یا خانم شما؟ ما که به حاج آقا جمال عرض ادب کردیم، ولی فرانک خانم والا نمیدونم. دویدم توی کلامش. ولی از نظر سن من از سلیم بزرگترم، هرچند 1 سال. سلیم که همیشه مخالف درگیری بود بار دیگر دست پایین را گرفت. بگذاریم. خب پسرخاله، چه خبر از کار و بار؟ و چون یادش آمد کارم را از دست دادم حرفش را اصلاح کرد. منظورم اینه که برنامه‌ات. زن سلیم گفت سلیم به مانوش آقا بگو رادین رو فرستادیم کلاس زبان. سلیم مسئله را طور دیگر مطرح کرد. البته خانم، بگو کلاس زبان چه هزینه سنگینی داره. مگه 2 تا کارمند ساده چقدر در میارن که بگذریم. وقتی زن سلیم به جای اینکه مثل همیشه سینی استیل چای را بگیرد جلویم، آن را روی میز عسلی کنار دستم گذاشت و رفت نشست کنار شوهرش، فهمیدم که بعد از اخراجم از اداره فرهنگ رفتار نزدیکترین اقوام هم با من عوض شده است. میدانستم که پیش کشیدن مخارج کلاس زبان رادین پیشدستی آنها برای مطرح نشدن دینی است که به گردن دارند. مطمئن از بیهوده بودن هر حرفی آماده می شدم تا با سرکشیدن چای بلند شوم و بروم که نسناس در گوشم گفت این حرفا هیچ دردی ازت دوا نمیکنه. اول از زنه بخواه کارتو درست کنه، بعدش هم بگو بچت مریضه، پول میخوای. تمام. باید برای مقدمه حرفی میزدم. حالا چه زبانی قراره بخونه رادین شما؟ سلیم دهان باز کرد. یوکیلندی دیگه. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که از این روایت و نثر آقای دکتر حنیف خوشتون اومده باشه. کمی طنز، کمی واقعیت، کمی غم و کمی رئالیسم جادویی در همه کتاب‌های آقای دکتر حنیف دیده میشه. اگر دوست داشتید، این کتاب طولانی هستش، نزدیک 300 صفحه هست. اگر دوست داشتید این کتاب رو بگیرید و مطالعه کنید، داستان جالبی داره. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.